درود دوستان گرامی، مهر هستم و در این نوار کوتاه میخواهم به شما دو قسمت دیگری وب اپلیکیشنی کندیشاپور رو معرفی نمایم. خب برای این ما حتما باید ورود شویم و چنانه که شما از نواری قبلی دیده بودید، ما در نوبت اول تنها قسمت های ویراستار و واژه سنج رو راه اندازی کرده بودیم و اکنون ما دو قسمت دیگر یعنی ایجادیات و لایحه ها رو هم در سامانه وارد کردیم. شما از این صفحه اساسی می توانید دستورالعمل ها درباره این قسمت ها رو آموخته و استفاده بری این قسمت ها رو از اینجا بینید و کاربری نمایید. خب اول ما ایجادیات رو با شما معرفی میکنیم. قسمت ایجادیات این یک قسمتی هست که در اینجا ایجادکاران همه فعالیت ایجادی خود را میتوانند ثبت کنند، چه مقاله های علمی باشد، چه مقاله های عمومی باشد، صحبت های تلویزیون، رادیویی، تقریظ ها، کنفرانس، سمینار هایی که با معروضه برآمد کردند، ترجمه و برگردان و البته کتاب ها که ایجاد کردند در اینجا میتوانند برای حسابات های آینده ثبت کنند و از این قسمت به طور اتوماتیک حسابات خود را گیرند. خب برای ثبت کردن کار اگر مقاله علمی باشد شما می توانید از اینجا هم وارد شوید از ستون اساسی و از ستون طرف راست که روی خط کارهای ایستاده است از اینجا هم می توانید وارد شوید. اکنون ما می توانیم که به مقاله علمی وارد شویم. در اینجا روی خط همه مقاله هایی که شما ثبت کرده اید می براید، در این پایان آماری آنها می براید و صحیفه بندی هم شده است. در هر صحیفه 15 ثبت آمده است و اگر صحیفه دوم روید دوامش می شود. خب شما می توانید مقاله های نو را علاوه کنید و هر یک مقاله نوی که علاوه می شود در روی خط اول می آید و مقاله های نوترین در اول هستند و مقاله های پیشین در پایان تر. خب برای وارد کردن مقاله شما از کنج راست بالای این تگمه علاوه رو پخش میکنید و این صفحه شده می شود و در این صفحه شما همه معلومات مقاله خود رو وارد می سازید. برای مثال در اینجا شما می توانید نام مقاله‌تان رو وارد کنید. خب بخش رو انتخاب کنید. در اینجا ما 16 و 17 بخش داریم که این رو من از حجت‌های علمی گرفتم و اگر هر بخش دیگری هم که در اینجا نباشد و بودنش شرط باشه شما میتوانید پیشنهاد نمایید، ما آن رو هم در این روی خط وارد میکنید. شما از اینجا میتوانید که انتخاب کنید مقاله شما در کدام بخشی که باشد انتخاب کنید و مقاله علمی رو حتما صحیفه هاش رو باید نویسیم. شاید 15 صفحه باشد، 12 صفحه باشد، هرچی باشد نویساندن در کار و زبان رو انتخاب میکنیم. مقاله شما به کدام زبانی که هست. در حال حاضر ما تنها 3 زبان داریم که خب اکثرا به همین زبان ها در کشور ما مقاله ها می نویسند و بیشترش البته که تاجیکی است. خب جای نشر، روزی نشر و لینک الکترونی. توجه کنید که جای نشر در پهلوی خود رمزی ستارچه سرخ ندارد. این به اون معنی است که جای نشر اختیاری است. شما می توانید این رو پر نکرده معلومات رو ثبت نمایید، چون که در بسیار حالت چنین می شود که مقاله آماده است اما در جای چاپ نشده است. شما می توانید که آن رو برای در حسابات ها وارد شدن در اینجا ثبت کنید. بعدا وقتی که مقاله نشر شد جای نشر رو در اینجا علاوه می کنید و روزی نشر حتمی است، اما وقتی که نشر نشده است شما می توانید روزی آماده شدنی مقاله رو از اینجا انتخاب کنید و ثبت کنید. بعدا وقتی که مقاله نشر شد روزی نشر رو می توانید در اینجا این رو عوض کرده با روزی نشر برابر سازید. خب لینک الکترونی، اگر مقاله شما در یگان سامانه الکترونی باشد شما می توانید که آن رو لینکش رو در اینجا ثبت کنید برای دسترسی آسان در آینده. همینطور شما معلومات رو پر میکنید و تگمه حفظ رو پخش می نمایید.
аллакай мақола шумо дар ин ҷо пайдо мешавад дар қатори дигар мақолаҳо ва ин дар ҳисоботҳои шумо меравад. шумо дар оянда вақте ки мақола нашр шуд боз метавонед дар вироиш дароед. дар ин ҷо ҳар маълумоте ки хато рафта бошад ислоҳ мекунед ва махсусан вақте ки баъди нашр шуд ҷойи нашрро дар ин ҷо метавонед ки илова намоед. дар кадом маҷаллае ки бошад шумо онро метавонед ки дар ин ҷо илова намоед. хуб линк ҳам дошта бошад линкашро дар ин ҷо меоед ҳифз мекунед, худаш ҳифз мешавад. ва дар ҳолате ки ягон мақола ду бор сабт шуда бошад ё хато сабт шуда бошад, албатта ки дар ин ҷо тугмаи ҳазф вуҷуд дорад. шумо метавонед ин сабти худро ҳазф кунед. албатта чунин ҳолат хеле кам мешавад, аммо ба ҳар ҳол ин тугма дар ин ҷо нигоҳ дошта шудааст, чунки чунин ҳолат ба вуҷуд омаданаш мумкин аст. хуб ҳамин тариқ шумо аз сутуни тарафи рост метавонед ба дигар шаклҳои корҳои ҷодии худ ворид шавед, ба монанди мақолаи илмӣ, телевизион ва радио, тақризҳо ва кори иҷрокардаи худро дар ин ҷо сабт кунед. барои мисол мақолаҳои илмӣ ҳам ҳамон тавр ҳастанд. шумо метавонед ки мақолаи илмии худро ба монанди мақолаи оммавии худро ҳамчунин ба монанди мақолаҳои илмӣ дар ин ҷо сабт кунед. фақат дар ин ҷо шумораи саҳифааш нест, дигар ҳамаш ҳамон хел ҳаст. шумо пур мекунед ва ҳамчунин ҷойи нашраш ихтиёрӣ аст. ва ҳамчунин шумо метавонед вироиш кунед ҳар як мақолаи худро ва ҳазф кунед. хуб суҳбатҳои телевизионӣ ва радиоӣ дар ин ҷо шумо вақте ки як мусоҳиба кардед, дар ягон барномаи телевизион ва радиоӣ иштирок кардед, метавонед онро дар ин ҷо сабт намоед. мисол мавзӯъро нависед, дар кадом мавзӯъ баромад кардед, бахшро интихоб кунед, муассисаро интихоб кунед ки телевизион буд ё радио буд ва ба кадом забон суҳбат кардед ва ин чӣ муассиса буд, телевизиони Сафина буд, радиои Ховар буд, чӣ буд, дар ин ҷо пахш мекунед ва барнома дар кадом барнома, албатта барномаш ихтиёрӣ аст, аммо агар пур кунед барои оянда хеле хуб мешавад ва рӯзи сабти ин барнома кадом буд. ҳамчунин инро шумо метавонед сабт кунед. суҳбатҳои телевизион ва радиои худро метавонед онро вироиш кунед. барои мисол агар тариқи телефон шумо сабт карда бошед, мешавад ки саросима бошед ва маълумотро пурра дар ин ҷо сабт накарда бошед. танҳо барои фаромӯш накардан тариқи телефон сабт кунед ва дар ин ҷо метавонед даромада онро вироиш карда пурра намоед ва ҳамаи маълумотро пурра дар ин ҷо илова намоед. ва ҳамчунин дар ин қисмат ҳам тугмаи ҳазф ҳаст. шумо метавонед ки кори сабт кардаи худро ҳазф кунед агар лозим бошад. баъдан тахризҳо меояд. вақте ки шумо ба ягон китоб ё мақолаи илмӣ ё кори илмӣ тақриз дода бошед, он дар ин ҷо метавонад ки сабт шавад. тақриз навишта бошед, тақризҳое дар шакли мақолае ки чоп мешаванд, шумо метавонед онҳоро чоп кунед, дар ин ҷо сабт намоед, вироиш намоед ва агар хато рафта бошад ҳазф намоед. агар дар конфронсу семинарҳо ҳам иштирок карда бошед, метавонед ки онро дар ин ҷо сабт намоед. вақте ки бо маъруза дар конфронсу семинар иштирок мекунед ва баромад мекунед, онро мешавад мавзӯи баромади худро сабт кунед ва конфронс аст, семинар аст, чӣ аст, дар ин ҷо интихоб мекунед забонро, дар куҷо кадом муассисада шумо баромад кардед ва ин чорабинии чӣ барнома буд, дар ин ҷо сабт мекунед ва санаи баромад кардани худро ин ҷо менависед. ва агар ин маърузаи шумо ба шакли видеоӣ ё ба шакли хатӣ чоп шуда бошад, линки электрониашро ҳам метавонед дар ин ҷо сабт намоед. хуб ҳамчунин дар ин ҷо тугмаи вироишу ҳазф аст, ҳам метавонед ки шумо аз онҳо дар ҳолати лозима истифода баред. хуб тарҷумаву баргардон. агар шумо ягон мақола ё китобро аз забонҳои хориҷӣ тарҷума карда бошед ё аз хати форсӣ баргардон карда бошед, дар ин ҷо метавонед онро сабт намоед, номи маводи худро нависед, бахшро интихоб кунед, аз кадом забон бошад. барои мисол агар аз англисӣ бошад, ба тоҷикӣ
یا برعکس هر خیلی که باشد شما میتوانید که این را ثبت کنید، جای نشر داشته باشد نشرش کنید و روزی نشر رو انتخاب نمایید و البته که میتوانید آن را همچنان ویرایش و حذف نمایید. خب کتاب ها رو هم میتوانید در اینجا ثبت نمایید و فقط یک فرقکتی خورد است که در اینجا فقط سال نشر ثبت می شود، سال 2022 باشد چند باشد، دیگر همش همچنان همون میدان های است که در قسمت های قبلی بودن و شما میتوانید کتابی چاپ شده خود رو در اینجا ثبت نمایید. البته میتوانید ویرایش نمایید و یا حذف نمایید. در حالت ویرایش کردن لینک الکترونی آن، برای مثال اگر کتاب لینک الکترونی داشته باشد، مثلا کتابی من در سامانه اینستیتوت اوراسیا ثبت شده است، آن را لینک آن را می شود گرفت و آورده در اینجا ثبت کرد برای استفاده آینده و این در اینجا می ایستد. خب قسمت دیگری این برنامه ما این برنامه ها هست. برنامه ها یعنی وقتی که یک ایجادکار با کدام یک مؤسسه تلویزیون باشد یا رادیو باشد یگان شغلنامه دارد و در آنجا یگان برنامه معرفی دارد، آن را میتواند خود در اینجا اولا ثبت نماید. به مانند اگر برنامه با نام جاذبه در تلویزیونی سفینه داشته باشید، اینجا ثبتش میکنید. تلویزیونی سفینه داشته باشید، اینجا ثبتش میکنید. خب برنامه شما در اینجا پیدا می شود. تمام. اکنون از این پس شما می توانید که همین برنامه خود رو زیر کرده در اینجا هر یک قسمتی اون برنامه که ثبت می شود در اینجا ثبت کردن گیرید و در آینده برای حسابات ها از اینجا استفاده بوده می شود. برای مثال در کدام موضوع است برنامه شما، چی بخش است انتخاب میکنید و مهمان کی است. مهمان البته اختیاری است، اما اکثر برنامه ها حتما با مهمان صحبت میکنند و آن مهمان رو در اینجا اگر ثبت کنید بهتر می شود و کدام رو ثبت شده و اگر لینک الکترونی باشد لینک الکترونی آن رو در اینجا علاوه میکنید. چون که امروز ها در اکثر تلویزیون و رادیو ها برنامه ها رو در اینترنت میگذارند و مؤلفان هم میتونن آن برنامه ها رو گیرن و خود در اینترنت گذارن در یگان شکل و آن لینک رو میتونید در اینجا علاوه کنید. البته این اختیاری است. خب ثبت رو گیریم. وقتی که ثبت میکنید در اینجا پیدا میشه. شما رو میتونید که ویرایش کنید، میتونید که حذف کنید. این برنامه میتواند یک کدام دو برنامه داشته باشد، سه برنامه داشته باشد. از اینجا میتواند علاوه کند و هر کدام آنها رو در علیحدگی ثبت نماید. خب این بود اون همه قسمت هایی که شما میتوانید فعالیت ایجادی خود را ثبت کنید و در هر زمان و برای هر دوره که خواستید میتوانید این قسمت حسابات را زیر کرده از اینجا حسابات گیرید. در اینجا ما دو میدان داریم که میتوانید در آن روزها را انتخاب کنید برای کدام یک دوره شما حسابات گرفتن میخواهید. برای مثال اگر من خواهم از برای سال 2024 حسابات گیرم از 1 ینوار 24 تا امروز اگر من گیرم روزها رو انتخاب میکنیم دوره رو و این تگمه جستجو رو پخش میکنیم و اتوماتیک در چند ثانیه حسابات رو در شکل جدول میگیریم، دسترسی ما میشود. مقاله های علمی چقدر است، مقاله عمومی چقدر است، تلویزیون و رادیو و دیگر همش در اینجا می آید. خب این رو گیریم. اکنون شما می توانید این رو در اینجا دیده و استفاده کنید و همچنین می توانید این رو با فایل MS Word صادرات نمایید و آن رو
گرفته استفاده برید. برای مثال ما وقتی که این فایل MS Word رو پخش میکنیم در کجایی که خواستیم آن رو حفظ میکنیم و حسابات ما در شکل MS Word در چنین شکل ثبت می شود و در اینجا شما می توانید این فایل رو چاپ کنید و با جایهای لازمه رسانید یا چاپ کنید برای در حسابات خود ضمیمه کنید یا به واسطه در همین فایل می توانید خلاصه و پیشنهاد خود رو نویسید و می توانید سراهای آن را چه که خواستید عوض نمایید و این را چاپ کرده به جایهای لازمه رسانید و هر کاری که شما در همون دوره که انتخاب میکنید کرده باشید در اینجا می آید، چه تلویزیون رادیو باشد، چه مقاله عمومی باشد، چه مقاله های علمی باشد و هر کاری که کردید و ثبت کردید در همون دوره در اینجا در دوام چند ثانیه می توانید بارگیری کنید و در شکل MS Word گیرید و شاید طریق ایمیل به جایهای لازمه روان کنید یا چاپ کرده به آن جاها رسانید. این خیلی کاری ایجادکاران رو این آسان می نماید. اکنون ما به قسمت لایحه ها میگذاریم که این قسمت برای آسان کردن کاری رهبران لایحه ها نگرانیده شده است. در اینجا وقتی که ما می‌داریم در صفحه اول قسمت لایحه ها میاد که در اینجا اگر استفاده برنده در کدام لایحه‌ای که همچون اجرا کننده ثبت شده باشد در اینجا همون لایحه ها میآید. اگر رهبر لایحه هم خودش همچون اجرا کننده ثبت شده باشد در اینجا میآید و برای که لایحه ها در اینجا پیدا شوند بیشتر رهبران لایحه باید که در قسمت لایحه های من درآیند با زیر کردن این تکمه و در اینجا می توانند که لایحه های خود را ثبت کنند و اجرا کنندگان و موضوع ها را در آن علاوه نمایند. برای مثال ما می توانیم یگان لایحه را در اینجا ثبت کنیم، نامش رو نویسیم که لایحه کی سر می شود. شاید که لایحه سال 2022 سر شود از 1 ینوار و تا 2027 باشد. برای مثال 27 باشد دکتر 30 در اینجا ثبت می شود و شما می توانید که مؤسسه را انتخاب کنید. برای که در این رویخط مؤسسه شما پیدا شود باید که رهبران مؤسسه به ما مراجعت کنند و ما مؤسسه آنها را وارد کنیم و اما رهبران لایحه می توانند به علاوه کردن مؤسسه خود هم از این قسمتی برنامه ما استفاده کنند. تنها برای آن از رویخط مستقل را انتخاب می کنند تمام و لایحه خود را حفظ می نمایند. لایحه در این رویخط لایحه های من پیدا می شود و شما می توانید آن را همچنان ویرایش نمایید، یگان معلوماتش را عوض کنید یا حذف کنید اگر لازم شود و لایحه که انجام یافت شما از اینجا می دارید و آن را همچون انجام شده انتخاب می کنید و بعد حفظ کردن آن لایحه علاقه انجام شده محسوب می یابد. و اما وقتی که شما ثبت کردید به لایحه وارد می شوید، چون که در اینجا می شود چند لایحه داشته باشید و کدام لایحه که لازم باشد وارد می شوید طریق پخش کردن تکمه گشودن و وقتی که شما وارد می شوید در اینجا در صفحه اساسی اون باز هم به مانند همان حساباتی که ایجادکار میگیرد در این جا همان فونکسیه ها هستند. شما می توانید برای هر یک دوره معین از اینجا حسابات لایحه را گیرید، یعنی که در کدام دوره که شما انتخاب میکنید اگر همه اجرا کنندگان شما چی کاری که اجرا کرده باشند در اینجا در همان طور در شکل جدول پیدا می شود. شما می توانید آن را نظارت کنید و همچنین می توانید آن را با MS Word صادرات کنید و از آنجا در هر جایی که باشد استفاده برید. عیناً به مانند همان جدولی که برای یک ایجادکار است در اینجا همان خیلی معلومات پیدا می شود، فقط در جای بخش در اینجا نامی مؤلفان می آید، چون که در یک لایحه چندین مؤلف می تواند باشد و هر یک مؤلف چیزی ایجاد می کند و همه آنها در حسابات لایحه باید باشند و برای همین در اینجا جدول کلانتر می شود و کارهای اجرا شده هم خیلی زیاد می شوند. اما
این رو هم در مدتی چند ثانیه شما میتوانید همچون جدول همه کارهای اجرا کنندگان لایحه رو گیرید و برای حسابات لایحه آن رو استفاده برید. خب برای آن که کارهای اجرا کنندگان آن استفاده برندگان دیگر که اجرا کنندگان این لایحه محسوب میشوند در روی خط شما پیدا شوند، حتما باید که شما از اینجا اجرا کنندگان رو وارد سازید. خب برای علاوه کردن اجرا کننده شما میتوانید تگمه علاوه رو ثبت کنید. در اینجا پشت الکترونی استفاده را برنده رو نویسید و روز آغاز کاری آن رو انتخاب نمایید و آن رو حفظ نمایید و علاقه کاربر در اینجا پیدا می شود و این کاربر وقتی که به برنامه وارد می شود در روی خطی لایحه های خود این لایحه رو می بیند و این لایحه رو باید که این درخواست است این رو باید که تصدیق کند. اگر تصدیق کرد حتما در حسابات های لایحه کارهای ایجادی این کاربر پیدا می شود. ایجادکار برای مثال می تواند که این تگمه درخواست شده رو زیر کند. در اینجا قبول کردن است می شود که می تواند که قبول کند و علاقه این قبول شده می شود. تمام دیگر در روی خطهای در همه حسابات های لایحه این کارهای ایجادی این کاربر می آیند و اگر که خطا شده باشد می تواند که این را با زیر کردن همین تگمه این را رد کند و تمام این کاربر علاقه دیگر قبول شد و در لایحه هم علاقه نامش اجرا کنندگان آمده است. در اینجا حالتش قبول کرد نوشته شده است و رهبر لایحه در هر دوره که خواهد میتواند این را حذف کند. همین طریق اجرا کنندگان علاوه کرده می شوند و کارهای ایجادی آنها به طور اتوماتیک در حسابات های لایحه پیدا می شود و همچنین در اینجا در هر یک لایحه قسمت موضوع ها هست که رهبران لایحه می تواند همه موضوع هایی که در لایحه هست در اینجا وارد نماید و آنها را نظارت نماید. خب این موضوع از کی باید که اجرا شود؟ برای مثال این موضوع اگر برای 1 سال باشد از 1 ینوری این سال تا 30 دکبر همین سال میتواند آن را انتخاب نماید و حفظ نماید. تمام در اینجا پیدا می شود. هر وقت خواست ویرایش میکند. وقتی که موضوع کارکرد شد و مقاله هاش ثبت شدن می شود این را همچون انجام شده ثبت کرد و این تمام انجام شده است و هر موضوع دیگری که می آید اجرا شده باشد از پایانی روی خط می آید و اجرا نشده باشد از در اول لایحه می ایستد تا که رهبران لایحه دانند که کدام موضوع ها اجرا شدن کدامش نشده است و این رو به یگان اجرا کننده می سپارد و آن اجرا کننده این موضوع را کارکرد میکنه و در اساس آن مقاله ها می نویسد. همین طریق در قسمت لایحه ها استفاده برندگان می توانند لایحه خود را ثبت نمایند و از اینجا همچنان حسابات ها را برای هر یک دوره گیرند که این کاری رهبران لایحه را هم خیلی آسان می نماید و دیگر شرط نیست که از هر یک کارمند در علاهیدگی روی خطی کارهای اجرا شده گیرند و آنها را یک جای کرده برای لایحه علاهیده حسابات آماده سازند. از همین جا می توانند که حسابات را به طور اتوماتیک گیرند و آن را در حسابات خود ضمیمه کنند یا که به هر شکل دیگری که خواهند استفاده برند. خب دوستان گرامی این بود 2 قسمت نوی برنامه گوندی شاپور که ما پیشکش شما نمودیم. امیدواریم که از آن استفاده میکنید و هر یک کمبودی و نارسایی که در آن پیدا میکنید طریق پشت الکترونی از که در این صفحه اساسی هست با ما روان مینمایید و ما آن کمبودی رو برطرف میکنیم و این برنامه یک برنامه خیلی منفعت آور برای ایجادکاران و رهبران لایحه شده میتواند و با امید همکاری با شما بدرود تا درود دیگر.